روز 7 اکتبر در پرزیدنت هتل مسکو ملاقات 7 گروه مشورتی به اصطلاح قالب یا خود فرمت مسکو با اشتراک نمایندگان بلندپایه افغانستان، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر شد. در این نشست برای اولین بار هیئت افغانستان زیر رهبری وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امیرخان متقی همچون عضو کامل حقوق گروه شرکت ورزید. تابستان سال روان روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته در سفارت مسکو پرچم امارت اسلامی افغانستان برافراخته شد. در پیام به اشتراکچیان نشست، فرستاده خاص روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف گفت که مسکو نقشه ندارد در افغانستان پایگاه نظامی بازنماید. در ملاقات روبروی هیئت‌های روسیه و افغانستان، وزیر طالبان امیرخان متقی تأکید کرد که افغانستان به حضور یگان نیروی خارجی در قلمروش اجازت نمی‌دهد. او ابراز داشت که به مقصد تحکیم امنیت حکومت آنها با ممالک منطقه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم از جمله تهدیدهای گروه دهشت افکن دولت اسلامی همکاری می‌کند. حکومت طالبان که ماه اوگوست سال 2021 در افغانستان سر قدرت آمده است، تا حال بجز از روسیه دیگر از جانب یگان دولت به رسمیت شناخته نشده است. حکومت در تاجیکستان با اینکه همکاری‌های اقتصادی را با طالبان ادامه می‌دهد، گفته است تا زمان تأسیس یک حکومت فراگیر از گروه و قومیت‌های مختلف سیاسی ملی این حکومت را اعتراف نمی‌کند. در سطح بین المللی یک مایه اصلی انتقاد از طالبان ایجاد حکومت افراطگرای اسلامی و به شدت محدود و پایمال شدن حقوق زنان و دختران برای کار و تحصیل می باشد.